سلام، من نجات هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری با هوش مصنوعی صداتون رو به یه صدای دیگه تغییر بدید. ممنون میشم همه یارم ویدیو لایک کنید. اگه منو دنبال نکردید دنبال کنید و تا آخر این ویدیو با من همراه. برای این کار کافیه که وارد سایتی که توی توضیحات ویدیو گذاشتم بشید. بعد یه حساب جدید تو سایتش بسازید و اینجا بیایید پایین. اون صدایی که میخواید صداتون بهش تبدیل بشه رو انتخاب کنید. مثلا من با اسفنجی انتخاب میکنم. خب از این قسمت میتونید اگه صدایی از قبل ضبط کردید آپلود کنید. اگر از قبل صدای ضبط نکرده بودید این گزینه رو میزنید، صحبت میکنید. وقتی صحبتتون تموم شد میزنید و اگه میخواستید تنظیماتی انجام بدید رو صداتون اینجا میتونید انجام بدید. نخواستید مستقیم جنریت رو میزنید، جنریت بکنم درستش. بعد صبر میکنید تا کارش رو انجام بدید. خب میبینید که الان صدای من رو به صدای با اسفنجی تغییر. از این قسمت هم میتونید دانلود کنید. این ویدیو هم به پایان رسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو لایک کنید. اگه منو دنبال نکردید دنبال کنید و نظرتون رو در مورد این ویدیو کامنت کنید.